به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. فضیلت‌های روزی عرفه. یکم، روز عرفه یکی از روزهای ماه‌های حرام است و قدر و منزلت آن در نزد الله تعالی از دیگر روزها دیده بالاتر است. دوم، روز عرفه یکی از روزهای ماه‌های حج است. سوم، روز عرفه یکی از روزهای معلوم و معین کرده شده که الله تعالی فضل و منزلت آن روزها را در قرآن بیان کرده است. چهارم، روز عرفه یکی از روزهای دهگانه است که الله تعالی به سبب قدر و منزلت زیاد داشتنش به این روزها قسم یاد کرده است. پنجم، روز عرفه یکی از روزهای دهگانه فضیلت دار که ثواب عمل کردن در این روز از دیگر روزها دیده زیادتر است. ششم، روز عرفه روزی است که الله تعالی در این روز دین اسلام را کامل گردانده است. هفتم، روزه گرفتن در روز عرفه سبب بخشیده شدن گناهان صغیره سال گذشته و سال آینده می گردد. هشتم، بهترین دعای روز عرفه است. نهم، روز عرفه روزی است که الله تعالی در آن روز عدد زیادی از بندگانش را از آتش دوزخ آزاد می کند. دهم، تکبیر خاص و عام را در روز عرفه زیاد گفتند. مقصد از تکبیر خاص تکبیرهای بعد از نماز 5 وقته و مقصد از تکبیر عام عموما در کدام وقت نباشد تکبیر گفتند. صیغه تکبیر: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. 11، روز عرفه روزی است که در آن یکی از رکنهای بزرگ حج که وقوف به عرفه است در آن روز انجام داده می شود. ایضاح: مقصد از ماه‌های حرام این ماه‌های ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب می باشند که در این ماه‌ها جنگیدن حرام است و جرم و گناه کردن در این ماه‌ها از دیگر ماه‌ها دیده زیادتر است و عمل‌های صالح در این ماه‌ها نسبت به دیگر ماه‌ها فضل و ثواب زیاد دارد. ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم.